تصور کن یه اپلیکیشن انقدر باهوش باشه که حتی نمیذاره بفهمی چقدر زمان داری تلف میکنی. اینستاگرام چطوری انقدر مغز ما رو قفل میکنه؟ از تاریخچه خریدش توسط فیسبوک گرفته تا الگوریتم و حتی اینکه این همه عکس و ویدیو رو کجا ذخیره میکنه. امروز میخوایم مهندسی معکوسش کنیم. اینستاگرام سال 2010 توسط دو برنامه‌نویس به اسم کوین سیستروم و مارک کرایگر ساخته شد. اولش فقط یه اپ ساده برای شیر کردن عکس بود با فیلترهای مختلف. کمتر از 2 سال بعد، سال 2012، فیسبوک که الان به اسم متا میشناسیمش اومد اینستاگرام رو به قیمت حدود 1 میلیارد دلار خرید. اما چرا این کارو کرد؟ مگه فیسبوک خودش یه غول شبکه اجتماعی نبود؟ چرا اومد یه اپ کوچیک‌تر از خودش رو خرید؟ جوابش اینه که ترسید. اون زمان فیسبوک بیشتر پر از مدح‌ها و پست‌های طولانی بود، ولی سلیقه مردم داشت عوض میشد. همه می‌خواستن سریعتر و سبکتر روی موبایل فقط با یه عکس یا ویدیوهای کوتاه ارتباط بگیرن. اینستاگرام دقیقاً همون چیزی بود که کم بود. واسه همین توی مدت خیلی کوتاه ترکون و میلیون‌ها نفر از سمتش رفتن. فیسبوک فهمید اگه همینجوری ادامه بده اینستاگرام ممکنه بزنه جاشو بگیره. پس سریع دست به کار شد و خریدش. یه جورایی مثل وقتی که یه شرکت بزرگ برای اینکه خیالش راحت شه استارتاپ رقیبش رو زود میخره. از اون به بعد اینستاگرام کم کم تبدیل شد به غول امروزی و همیشه حواسش به رقباش بوده. هر جا ببینی یه اپ ترکونده سریع کپی میکنه. مثل استوری که از اسنپ چت و ریلز رو از تیک تاک کپی کرد که بعد از اون یوتیوب هم جا نموند و یه سال بعد قسمت شورت ویدیو رو اضافه کرد. بخش اول، الگوریتم اکسپلور. اینستاگرام تک تک حرکات‌ها رو زیر نظر میگیره. مثلا پای کدوم ویدیو بیشتر هستی، چی رو لایک میکنی، کدوم ریلز رو سریع رد میکنی. بعد مثل یه مغز کنجکاو میشینه تحلیل میکنه. مثلا سر یه ویدیو طرز درست کردن قهوه مکس میکنی، یهو کل اکسپلورت پر میشه از باریستاها که فوم قهوه رو مثل نقاشی میزنن. بخش دوم، چرا اعتیادآوره؟ ماجرا اینه که مغز ما عاشق جایزه‌های سریعه. هر بار که یه ریلز خنده‌دار یا جذاب میبینیم، مغزمون یه ذره دوپامین آزاد میکنه. همون ماده‌ایه که باعث میشه حس کنیم باید ادامه بدیم. اینستاگرام دقیقاً از همین استفاده میکنه. یعنی ویدیوها کوتاهن، پشت سر هم میان، تو حتی فرصت نمیکنی بگی اوکی بس دیگه. یعنی یه مدل اسنک مغزی، مثل وقتی که چیپس میخری، هیچ وقت نمیگی خب 2 تا میخورم بقیه‌شو میندازم دور، یهو کل پاکت رو خالی میکنی. بخش چهارم، اینستاگرام چرا میخواد تو رو وادار به موندن کنه؟ خب جوابش واضحه، مشخصا پوله. اینستاگرام از تبلیغات درآمد داره، یعنی هر چی تو بیشتر بمونی، احتمال اینکه یه تبلیغ ببینی یا روش کلیک کنی بیشتر میشه. حالا شاید بگی من که تو ایرانم و هیچ تبلیغی نمیبینم. درسته که ایران تحریمه و تبلیغات رسمی به کاربرای ایرانی نشون داده نمیشه، ولی این به معنی بی‌ارزش بودن ما نیست. برعکس، اینستا هنوز کلی دیتا ازمون جمع میکنه. اینکه چی میبینیم، چی لایک میکنیم و کجا بیشتر وقت میگذرونیم، این دیتا برای الگوریتم خیلی مهمه و به متا کمک میکنه کل سیستمش بهتر کار کنه. پس حتی اگه تبلیغ نمیبینی، باز هم حضورت براش مهمه. بخش پنجم، این اپ چطور این همه محتوا رو نگه میداره؟ چطوری ما هر چی بخوایم و میتونیم بذاریم تو اینستا، اونم بدون محدودیت؟ اینجاست که سرورهای غولاسای فیسبوک وارد میشن. اینستا دیتای میلیاردها عکس و ویدیو رو توی دیتا سنترهای خودش نگه میداره. دیتا سنتر یعنی شهرک‌های پر از سرور، چیزی شبیه به کامپیوترهای خیلی قدرتمند که 24 ساعته روشنن. هر وقت توی عکس میذاری، در واقع میره روی یکی از همین سرورها ذخیره میشه. بعد با سیستم‌های توزیع محتوا یا CDN نزدیکترین سرور به تو انتخاب میشه تا ویدیو سریع لود بشه. اینطوریه که تو توی ایران ریلز میبینی، یکی دیگه اون سر دنیا همون لحظه پست میذاره و همه چی مثل ساعت دقیق کار میکنه. البته هزینه‌اش خیلی بالاست، ولی اینستا با پول تبلیغات این مخارجو میده. اینجا بود که فهمیدیم اینستا فقط یه اپ نیستش، یه تله دوپامینه. حالا انتخاب با توئه، میخوای کنترل کنی یا کنترل بشی. اگه میخوای راجع به بقیه اپ ها مثل تلگرام و یوتیوب بدونی، توی کامنت ها بنویس و لایک و سابسکرایب یادتون نره. و تا ویدیو بعدی، فعلا.